در مورد همسران حضرت رسول تمام این ازدواج ها بعد از 53 سالگی بوده. میگن اگه کسی دنبال شهوت می‌خواست باشه تو 25 سالگی اوج جوانی با حضرت خدیجه ازدواج کرد که از 30 سال 28 سال نقل کردن تا 40 سال، یعنی اصلا هر چی در نظر بگیرید پیامبر بزرگتر بوده، یعنی قطعا یعنی کمش 28 سال گفتن. بعد تنها همسرش بود. بعد از رحلت حضرت خدیجه است که با سوده ازدواج میکنه، بعد با عایشه ازدواج میکنه و این ازدواج ها به همین شکله. عمده این ازدواج ها در زمان سختی ها و جنگ بود، مانند احد. اگر کسی خدای نکرده دنبال عیاشی و چه میدونم زنبارگی و این مسائل باشه، در بقیه امورات زندگیش هم جلوه داره دیگه. این آدم کلا لباس آنچنانی پیامبر به زنش میگه یا دنیا رو میخواید یا منو بخواید. اگه میخواید با من ازدواج بکنید این خونه گلی، این گلیم همینه، بیشتر از این است. هر کدومش خونه گلی بکنید. بعضی از همسران پیامبر کدوم انتخاب کردن بگید؟ دنیا رو طلاق گرفتن پیامبرش کو نمیخواد برو سراغ دنیا. بیای خونه من، فکر نکنی مثلا چون پیامبرم فلان است و خونه شاه نمیخوای بیای، خونه پیامبر میخوای بیای. در اواخر زندگیش هم که اصلا ازدواج بر او چی شد؟ حرام شد. گفت حتی اگه همشون هم طلاق بدی دیگه نمیتونی بگیری. چرا این اتفاق افتاد؟ اینو خیلی ها خواستن بگردن بتونن پیدا بکنن، تو تفاسیر مطالب جالبش، اما نکته عجیب و ریزی وجود داره، اونو عرض میکنم خدمتتون. این ازدواج ها اهداف سیاسی داشت، مثلا پذیرفتن ازدواج با برخی از قبایل بزرگ قریش که عمده مخالفان حضرت بودن، مثل بنی تیم یا بنی عدی یا بنی امیه. برای مثال پیامبر با انصار مشکل نداشت، از انصار اصلا زن بگید نگرفته. خب همین نشون میده که دنبال زن گرفتن که نمیگن 53 سالگیش با اون همه مشغله، اون همه درگیری حکومت بیاد بره یه زنم بخواد بره بگیره. از انصار مثلا ازدواج با جویریه از بنی مصطلق در همین راستا صورت گرفت. اینا یه قومی بودن با پیامبر می‌جنگیدن. وقتی اینا رو سپاه پیامبر رفت گرفتشون، اسیرشون کردن، همین جویریه ایستاد جلوی پیامبر گفت با من ازدواج کن. اسیر بود، کنیز بود. پیامبر اول آزادش کرد، بعد باش ازدواج کرد. پیامبر تا این کارو کرد بقیه مسلمان‌ها موندن. 200 نفر همون روز آزاد شدن. می‌دونی چرا؟ میگفتن ما نمیتونیم اقوام پیامبر رو به اسارت ببریم. اهداف تبلیغی داشت، مثلا ازدواج با ام حبیبه یا رمله. او همسر عبدالله ابن جهش بود. اینا کسایی بودن که کوچ کردن به حبشه. این عبدالله اونجا مسیحی شد تو حبشه، جذب مسیحیت اونجا رو گرفت، مسیحی شد، طلاقش داد زنم. ابو سفیان تو بوق کرنا کرد، آی بیاد این مسلمان‌ها فلان میکنن و همان میکنن. او هم مونده بود، اونجا مونده بود، توی مملکت غریب نمی‌رسید چیکار کنه. پیامبر یه نامه نوشت به نجاشی، گفت از طرف من ازش خواستگاری کن، مهریه‌ش هم بده. مهریه‌ش هم بده. ندید. پیامبر گفت من باهاش ازدواج میکنم. این بحث ازدواج خدمت شما عرض بکنم پیامبر با ام حبیبه است. حالا برمی‌دارن میان به معاویه میگن چی؟ خالل مؤمنین. چون اون زن پیامبر بوده میشه ام المؤمنین، اینم داداشش بوده میشه دایی مؤمنان. جالبه در این زمینه به محمد ابن ابی بکر نمیگن خالل مؤمنین، با اینکه برادر عایشه بوده. چرا؟ چون تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده. اصلا عجیبه خدا وکیلی. یعنی یک برخورد قشریه متاسفانه. یا با سوده بنت زمعه همینطور ازدواج کرد. در هجرت شوهرش مرد، 5 تا دختر داشت. دخترای فقیر، فکر کن یه زن شوهرش هم بمیره بعد نخواد به سنت عرب جاهلی هم برگرده، اصلا تحت فشار بود. پیامبر قاصد فرستاد، گفتش که من ازت خواستگاری میکنم. گفت من 5 تا دختر دارم، یعنی یه چیز عجیب غیر ممکن در میان عرب. گفت من باهات ازدواج میکنم. اصلا با خوشحالی فراوان خدمت شما عرض بکنم همسری پیامبر رو برگزید. انتخاب کرد. اهداف حمایتی و آموزشی به مسلمان داشت. ازدواج با بیوگان، فقیران و زنان مسن و بیوگان شهدای جنگ. شهید میشد، تعداد زنان دخترها بیشتر بود، علاقه نداشتن، دنبال دختر باکره میگشتن. اما پیامبر گفت بابا اینا همسر شهیدن، یتیم دارن، برید با اینا ازدواج بکنید. به عنوان مثال شما میبینید که با ام سلمه که شوهرش در جنگ احد شهید شده همینطور ازدواج میکنه، با زینب بنت خزیمه همینطور ازدواج میکنه که شوهرش عبیده ابن حارث در بدر شهید شده بود و پیر بود. این خیلی پیر بود زینب بنت. خدمت شما عرض بکنم همینها باعث شد الگوسازی شد، بقیه هم همین کار کردن. مثلا جعفر ابن ابی طالب اسما بنت عمیس همسرش بود. وقتی جعفر رحمت الله علیه، حضرت امیر خیلی ازش خوب یاد کرده، وقتی شهید شد ابوبکر باش ازدواج کرد. بعد از خدمت شما عرض کنم کشته شدن ابوبکر، حضرت امیرالمومنین باش ازدواج کرد با اسما. این شایع شد، کار به جای رسید. زنا می اومدن به شوهراشون میگفتن بیاد گوش کنید، اصلا عجیبه خدا وکیلی. سطح این چقدر رفت بالا. زنا می اومدن به شوهراشون میگفتن بعد از جنگ بعد فلانی شوهرش شهید شده، میای بری اینو بگیری با هم ثواب کنیم.
زن اول میگفت بیا برو بگیر. اون میگفت نمیرم چون نمیتونم عدالت رو رعایت کنم. قرآن گفته میگفت بیا برو، ما سعی میکنیم، من کمکت میکنم. یعنی اینجوری شد زنه میرفت بر خودش حبو میآوردن که چرا اون زنه گناه داره، یتیم داره. آقا اینا دنبال یه بحثی هم بودن، خوب خبر داشتن بر مبنای سوره نساء آیه 54 که اشاره میکنه اون شجره طیبه از آل ابراهیم در بنی هاشم، در تفاسیر آمده، برید بخونید نساء 54 که یهودیان حسادت میکردن بر آل ابراهیم. آقا امام صادق میگه نحنو محسودون، ما اونایی که مورد حسادت قرار میگرفتیم. اینا شروع کردن دختراشونو دادن به پیامبر که پیامبر از اینا چی بشه؟ پسردار بشه. پسردار بشه چی میشد؟ بعد از پیامبر پسرش، بر مبنای دیگه پسر خوندم نبود، پسر چی بود؟ اصلیش بود. به عنوان به خاطر همین تا میتونستن دختراشونو میدادن. مثلا ابوبکر عایشه رو میده و عمر حفصه رو میده. ابو سفیان وقتی دید که ام حبیبه پسرزایی نکرد، اصلا بچه به دنیا نیاورد، به طرز عجیب همین زنا انگار عقیم بودن. فقط حضرت خدیجه است بچه به دنیا میاره، یه مریم یه پسر به دنیا آورد به نام ابراهیم که او هم مرد. اصلا مانده بودن، یعنی عقیم بودن از سمت پیامبر نبود، انگار زناش عقیم بود که این به صورت وحی به پیامبر خبر رسید. کار به جای رسید دیگه. ابو سفیان اومد دختر دومش هم بده به پیامبر. دیگه اینجا بود که حضرت پیامبر گفت لا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، دیگه دختران رو تو خواهراتون رو به من تحمیل نکنید. یعنی اشاره میکنه که قبل از این تحمیل میکردن به پیامبر، اینو بگیر که پسردار بشی از ما باشه. تو خبر داشتن، از جهودای مدینه شنیده بودن. این رو در کجا آمده؟ این در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 6 آمده، در صحیح مسلم باب 4 رقم 15 و 16، در سنن ابو داوود کتاب النکاح باب 7 آمده، در سنن ابن ماجه صفحه 34 خبر 1936 آمده. اینا خودشون آوردن. گفت بر من عرضه نکنید. چرا؟ چون اینا یه چیز غافل بودن. تو زیارت وارثه میگه شماها از کیایید؟ اسلاب الشامخه و رحام المطهره. مگه هر کسی میتونه اون نسل رسول الله از او باشه؟ یهودیان میگفتن از نسل همین پیغمبر 12 تا امام خواهد اومد. خوب خبر داشتن.